زیادی میخندی و شوخی میکنی. خنده و شوخ طبعی انرژی مثبت میاره و باعث میشه دیگران راحت تر باهات باشن. اما اگر همیشه بخندی ممکنه سبک و غیر قابل اعتماد دیده بشی. خنده زیاد در موقعیت‌های جدی باعث میشه حرفات کم ارزش به نظر برسه. مثال، وقتی در جلسه کاری مدام جوک میگی و میخندی، همکاران روی نکات مهم صحبت تمرکز نمی کنن و ممکنه تو رو جدی نگیرن. راهکار موقعیت ها رو تشخیص بده. برای لحظات جدی سکوت معنیدار و نگاه متمرکز داشته باش تا حضورت خودش حرف بزنه. حتی میتونی از لبخند کوتاه به جای خنده طولانی استفاده کنی تا هم دوستانه باشی و هم جدی دیده بشی. شوخی های بی موقع میکنی ارتباط رو راحت تر میکنه. اما اگر وسط جلسات مهم یا بحث های جدی مدام شوخی کنی اعتبارت کم میشه. مثال، وقتی ارائه پروژه داری و مدام لبخند و شوخی میکنی ممکنه دیگران حس کنن نمیتونی مسئولیت کار رو بر عهده بگیری. شوخی های هدفمند و به موقع باعث میشن هم ارتباطت گرم بمونه و هم جدی گرفته بشی. حتی میتونی قبل از شروع بحث مهم یک لحظه سکوت کوتاه داشته باشی تا توجه همه جلب بشه و حرفت وزن بیشتری پیدا کنه. زیاد حرف میزنی و خودتو لو میدی. وقتی جزئیات زندگی و برنامه‌هایت رو به همه میگی، احترام و جذابیتت کاهش پیدا میکنه و دیگران کمتر جدی میگیرنت. مثال، در مهمانی یا جمع دوستانه هر چیزی که به ذهنت میاد رو بگی، حتی مسائل شخصی، باعث میشه دیگران حس کنن میتونن تو رو پیش بینی کنن و کنترل کنن. راهکار، اطلاعاتت رو تدریجی و هوشمندانه بده. قبل از حرف زدن از خودت بپرس آیا این اطلاعات ارزش گفتن داره؟ این باعث میشه احترام و کنجکاوی دیگران بیشتر بشه. میتونی یاد بگیری چطور با داستان کوتاه و معنیدار اثرگذاری صحبتت رو بیشتر کنی بدون اینکه همه چیز رو فاش کنی. رازها و مرزهای شخصی رو رعایت نمی کنی. افرادی که همه چیزشونو به دیگران میگن مرزهاشون جدی گرفته نمیشه و دیگران ممکنه ازشون سوء استفاده کنن. مثال، اگر همه برنامه‌ها و احساساتت رو با همکار یا دوستت به اشتراک بذاری، دیگران حس میکنن میتونن روی تو کنترل داشته باشن. راهکار، مرزهای خودت رو مشخص کن و اطلاعاتت رو مرحله‌ای و کنترل شده به اشتراک بذار. رازآلود بودن و حفظ حریم شخصی باعث افزایش احترام و جذابیت میشه. یاد بگیر بعضی مسائل رو فقط برای خودت نگه داری و بعضی رو فقط با کسانی که شایسته هستن در میون بذاری. بی احترامی را تحمل میکنی. اگر کسی از حدش عبور کرد و تو واکنش نشون ندی، رفتار بدش تکرار میشه و جدی گرفته نمیشی. مثال، همکار یا دوستت پشت سرت حرف میزنه یا بی احترامی میکنه و تو سکوت میکنی، دفعه بعد ممکنه رفتار بدش شدیدتر بشه. راهکار، با آرامش ولی قاطع مرزت رو مشخص کن. جملاتی مثل این رفتار قابل قبول نیست خیلی مؤثرن و دیگران رو متوجه میکنه که نمیتونن ازت سوء استفاده کنن. حتی میتونی با زبان بدن مثل نگاه مستقیم یا ایستادن محکم پیام خودت رو بدون کلمه منتقل کنی. دنبال تایید دیگران هستی. سعی در جلب رضایت همه باعث میشه اعتماد به نفست دیده نشه و جدی گرفته نشی. مثال، دائم از دیگران میپرسی این کارم خوبه؟ نظرت چیه؟
یا سعی میکنی همه رو راضی نگه داری؟ راهکار به تصمیم و قضاوت خودت اعتماد کن و مسئولیتش رو بپذیر. مستقل بودن باعث میشه دیگران احترام بیشتری بذارن و جدیت بگیرن. یاد بگیر به جای اینکه همه رو راضی کنی، برای رضایت خودت تلاش کنی و موفقیتت رو به خودت نسبت بدی. همیشه کوتاه میای و زیاد مهربونی خوبه، اما وقتی همیشه کوتاه میای و دیگران رو اولویت میذاری، جدی گرفته نمیشی و ممکنه ازت سوء استفاده بشه. مثال، همیشه به درخواستهای دیگران بله میگی، حتی وقتی سخت یا غیر منطقیه. راهکار یاد بگیر نگفتن بدون احساس گناه و مرزهای روشن داشته باش. مهربونی با حد و مرز باعث احترام و ارزش واقعی تو میشه. مهربونی که بدون حد و مرز باشه در طول زمان باعث خستگی و کاهش اعتماد به نفس میشه. پس مرز گذاشتن ضروریه. کنترل خودت و واکنش‌هایت ضعیفه. اگر هر وقت کسی کاری کرد یا حرفی زد سریع واکنش احساسی نشون بدی، نمیشی. مثال، وقتی کسی انتقاد میکنه یا اشتباهت رو میبینه و تو فوراً دفاع میکنی، دیگران ممکنه حس کنن کنترل روی خودت نداری. راهکار نفس عمیق بکش و قبل از واکنش موقعیت رو ارزیابی کن. گاهی سکوت کوتاهی و فکر کردن قبل از پاسخ قدرت و اعتماد به نفس تو رو نشان میده. به جای عمل زیاد حرف میزنی. افرادی که بیشتر عمل میکنن تا حرف بزنن جدیتر دیده میشن. مثال، کسی که پروژه ها رو به موقع تحویل میده و کیفیت کارش بالاست، حتی اگر کم حرف باشه احترام بیشتری پیدا میکنه. راهکار عملت رو اولویت بده و حرفهات رو با عمل پشتیبانی کن. عملکرد واقعی همیشه بیش از حرفها ارزش داره. یاد بگیر قبل از اینکه وعده بدی برنامه ریزی کن و اجرا کن. اینطوری جدی بودن و قابل اعتماد بودنت به همه ثابت میشه. اعتماد به نفس و حضور واقعی نداشته باشی، جدی گرفته نمیشی. راهکار روی خودت و اهداف خودت تمرکز کن. خود اطاعتی رو تمرین کن و اجازه بده حضورت خودش پیام بده. اعتماد به نفس بدون هیاهو و حرفهای اضافه بیشترین احترام رو ایجاد میکنه. همچنین یاد بگیر در جمع آرامش داشته باشی و بدون تلاش برای جلب توجه حضورت محسوس باشه. جمع بندی با رعایت این 10 نکته: سکوت معنیدار و حضور قدرتمند داشته باش. اطلاعاتت رو هوشمندانه و تدریجی به اشتراک بذار. مرزها و احترام خودت رو حفظ کن. به خودت اعتماد داشته باش و دنبال تایید دیگران نباش. مهربون باش، اما با حد و مرز. عملت رو اولویت بده و حضور واقعی خودت رو نشان بده. وقتی این موارد رو رعایت کنی، نه تنها جدی گرفته میشی، بلکه احترام و ارزش واقعی خودت رو هم حفظ میکنی.